حجت شرعی ندارم. لیکن در جامعه تلویزیون آمده است که آیشه مادر ما از جوگه خوش نخواهد دیگه. تا زمانی که ما با پیامبر همخوابه میشیم، نه وای از من میگید نه من از وی میگید. این امام ترمذی در کتاب سنن خودش آورده دیگه. خب معامله آیشه با پیامبر ما. لیکن فقهای ما همین مذهب حنفی اجازه دادن که زن اگر با دستش از مرد میساز کنن، مرد با دستش از زن میساز کنن، خب یا اینکه مثال مرد از بگیم پیشی بری زنک بوسه کنن، اینا هیچی باقی نداره. من زور میاد نمیتونم خیلی بفهمم، زیرا که سخنهای هستن برادر است که فردا اینها را گوش میکنن یکان خیلی نمیاد در راستای من شخصا. لیکن من مقابل همون طرز خانه‌داری هستم که امروز برای مردم دلیل حجت میکنم. برادرای عزیز، همین شیخ سعدی یک شعر زیبا دارد، میگه طیران مرغ دیدی، میگه وقتی مرغ در آسمان میبینی پریه سعی لحظه میبرید که من پریده بتونم. طیران مرغ دیدی تو زی پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران یادم یاد. تا همین بنده شهوت نشه رنگ اون پرنده هم پرواز میکنی. لیکن امروز ما همین شهوت شرانی مانند از همه بالا میدونیم. چند آدم ها وقتا قسم زنکا زن میزنن با آب دیده. بابای حاجی شوهر میگه که اگر همین کار نمیکنی داد نمیکنی. من چیکار کنم؟ بیننده اگه همین نخواه همین دعای زیبای نازنین به همون چیز سبینی سرت مانه تا در دهن همون زنک نمیموندهش داشته ای گمشه خطم دعاتم به همه باشم هم تری میگم این چی دعا بوده است که تا بگه همین کار بکن من که دعات میکنم. برادر عزیز و گرامی تماما به خدا در همین آدم عقل سالم داشتگی همین چیز موافق نمیدونم. من طبیعت آدم سالم هم همین چیزا برداشت کنه نمیتونم. اگر طبیعت سالم باشد، یکی اگر طبیعت سالم نباشد او همین دهن هر جدا زدن میکنه. برای همین ما این چیزا برادر عزیز جانبدار نیستیم. هیچ کدام هم برای اینکه یکان دلیل شرعی در همین وجود نداره. ای پیامبر، اصحاب پیامبر، از تابعین همین چیز صورت گرفته باشد نیست.